شام 20 نوامبر در مهمانخانه شراتون شهر دوشنبه نمایشی عکس‌ها و صورت‌هایی که نویسنده روس‌زبان جوان تاجیک انیسه صابری عکاسی کرده است دایر گردید. این عکس‌ها را که 25 عدد است، انیسه صابری از مسجد کوهی دهه یغناب، کوههای فان و ولایت بدخشان در یک سفر سیاحتیش با دیدی خاص برداشته است و آن را تحت نام نشان سوغدیانه معرفی نمود. بعد از اومدن عرب‌ها بر زمین تاجیکان و زمین فارس‌ها، بسیار سوخت‌ها رفتن به کوهستان‌های دور که از آنها خودشان ساز کنند. لیکن افسوس ما حاضر این تاریخ نمیدانیم. برای همین این مقصد این چاره‌بینی همین است که مردم تاجیک هم تاریخ خودشان را فهمند، هم این چیز را فهمند که ما یک جامعه هستیم. انیسه در این عکس‌های خویش منظره‌های نظرربا زندگانی مردم بومی در مناطق کوهستان و عرف و عادت‌های قدیمی آنها را منعکس ساخته است که برای تماشابینان و علل خصوص مهمانان خارجی بسیار خوشایند بود. ویکتور نیکیتوک سفیر اوکراین در تاجیکستان و افغانستان که بیشتر از 3 سال در اینجا کار می‌کند و زیاد به تماشای منظره‌های کوهی تاجیکستان رفته است می‌گوید: با دیدن این عکس ها من خود را امروز دوباره در فراز کوههای آسمانبوس این کشور در بین مردمان زیبای آریا تبار و عرف و عادتهای قدیمی آنها حس نمودم که آن از صنعت بلند بینشوری یک ایجادکار جوان تاجیک درک می دهد. پیش از همه انیسه جان با این کاری خودش دیدی زیبایی خودش، نگاهی زیبایی خودش رو نشان میدهد که نه تنها در شهر همیشه استفاده میکند، یعنی که با یک دستگاه عکس برداری دیدنی دنیای دهات، یعنی که عالم زیبایی دهات که دهات هم با همه انا همون نمیدونم یک اذیت‌هایی که زن‌های ما میکشند زیبایی خودش را دارد. اکثری تماشابینان و سازماندهندگان این نمایش بر آن باور هستند که این عکس‌ها می‌تواند هرچی بیشتر میل مهمانان خارجی را برای دیدن آن بیدار سازد. دلشاد کریموف رئیس شرکت سیر و سیاحت تاجیکستان که برای برگزاری این چاره‌بینی سهم گذاشته است میگوید در آینده با نمایش این عکس‌ها می‌تواند شماره زیادی خارجیان را به تاجیکستان آورد. مردمی که در کوه زندگی میکنند و یا امکانیتی زمینوی پیدا کردگی که همون تاریخ مدنیت خودش رو در کوه زید کرده زندگی کرده است. همون مدنیتشون، عرف و عادتشون، این خیلی بزرگ چیزهای بزرگ که ما باید که در آینده با مهمانان خارجی پیشنهاد کنیم. انیسه زاده تاجیکستان است و در 17 سالگی بعد از ختم مکتب به مسکو رفت تا که در دانشگاه وزارت کارهای داخلی روسیه تحصیل کند و آن را 2 سال پیش با دیپلم اعلی با رتبه لیتنانت کلان و با اختصاص حقوقدان ختم کرد. اما او را در تاجیکستان و روسیه بیشتر شعرهایش معروف کردند و حالا محصل اکادمی علمهای تاجیکستان است. و سال گذشته در 23 سالگی نخستین کتاب اشعارش را با نام دیوان نگرد به چاپ رساند. اما با وجود همه این تصمیم دارد که من بعد نیز منطقه های دیگری تاجیکستان را عکاسی نموده برای خود هم مایه الهام بگیرد و هم هوادارانش را با تاریخ تاجیکستان آشنایی کند.